و مهمان عزیز ما هستند امید جان برکی. امید سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند زیبا و زیبایی ها. سلام درود خدمت شما مجدی و موفق و به تمام بیننده های گرامی که ما را از طریق تلویزیون زیبای معرف بیننده هستند. تشکر از شما. سلامت باشین. خوب امید جان عزیز، صنف چند هستی؟ درس را در کجا میخوانی و ماشاءالله قدر تقدیرنامه را کردین؟ ان شاء الله امروز حرفای می داشته باشین. بخیر باشین. خب سپاس از شما. خب من هستم فعلا مصروف درس هستم، صنف هشتم در لیسه عالی خصوصی جهان نمبر اول. آنجا یعنی مصروف درس هستم و درس میخوانم. تا جایی که ما معلومات داریم شما ماشاءالله شاگرد ممتاز از این مکتب هم هستین. بله، زنده باشین، بخیر باشین. بله، ما یکی از شاگردای ممتاز لیسه عالی خصوصی جهان نمبر اول هستیم که همیشه در رسانه ها و در برنامه هایی که یعنی از طرف مکتب مهیا شده ما در آنجا اشتراک کردیم و سخنرانی های انگیزشی داشته باشیم. بسیار عالی. امید جان، میشه راز موفقیتت بگی که چی بوده خودت تا شاگرد ممتاز از این مکتب باشی؟ چی کارا را انجام دادی که دیگه ما تعلیم نمیدیم جای خودت تعقیب کنه؟ خب راز موفقیت من این می باشد که همیشه یعنی قرآن مطالعه میکنم، همیشه به احادیث یعنی به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنم و همیشه دنبال عزیزم که یک روز بتوانم یکی از بزرگترین سخنوران انگیزشی مانند آقای جک ما و توماس دکستر جکس بشوم. بله. در خانه چگونه درس میخوانی و چگونه تقسیم اوقات بر ساختی؟ خب یعنی هر فرد که بخواهد به اهداف خود برسد، به موفقیت برسد، باید در زندگی روزانه یک تقسیم اوقات داشته باشد. و راز موفقیت من این می باشد که همیشه من یک تقسیم اوقات خوبتر داشته می باشم. صبح وقت نماز را ادا می کنم، قرآن عظیم و شان تلاوت می کنم، بعد طرف مکتب می روم، بعد که می آیم همچنان نماز ادا می نمایم، بعد به دنبال درسای می روم و همچنان مدرسه می روم و آنجا تعلیمات دینی را هم میخوانم و آغاز نمودیم. بسیار خوب. امید جان، ضمن از این قدر مصروفیت که داری یک تایم یا یک وقت به خاطر ورزش، به خاطر از اینکه یک تفریح هم داشته باشی برای گنجانیدن تقسیم اوقاتت؟ خب بله، ورزش برای این که آنتونی رایبنیز میگه برای این که همیشه در زندگیتان یک فرد موفق باشین، آرام باشین، به اهدافتان برسین، شما بایستی روزانه ورزش نمایین. و همچنان من بله صبحانه ورزش می نمایم همراه پدرجانم و همچنان در زندگی بهترین ورزش که در زندگی می باشد یعنی ادا کردن نماز می باشد. یعنی دانشمندای بیشتر هم این ثابت نموده که نماز بهترین ورزش در تمام طولهای تاریخ می باشد. نام خدا، ماشاءالله. امید جان، میشه در مورد از این بویی که خودت در کنار از که درس میخوانی، مکتب میری، یگان مطالعه هم داری و خودت ماشاءالله از دانشمندای نام گرفتی که بسیار کسای شخصیتای بلند، کدام کتابا رو مطالعه میکنی؟ سپاس شما. بله، مطالعه به خاطر رشد فکری، به خاطر ترقی، به خاطر پیشرفت و مشارکت هر فرد جامعه مفید می باشد و یکی از رازهای موفقیت من این می باشد که همیشه من یعنی مطالعه داشته می باشم. مطالعه چی از آقای آنتونی رایبنیز، رابرت کیوساکی که یک دانشمند خیلی بزرگ می باشد و همچنان در کنار آنها قرآن عظیم الشان که بهترین کتاب در طول تمام تاریخ می باشد که این دانشمندای دیگه هم ثابت کرده. همچنان در قرآن کریم 1400 سال پیش را به ما بیان می کند که والسماء ذات الرجع، الله متعال قسم می خوره به آسمانی که قابلیت زیر داره، یعنی در ذاتش این است که یعنی قابلیت برگشت را دارا می باشه. ما امروزه ببینیم افراد به فضا می روند و آنجا دوباره میان، اما این قرآن عظیم الشان 1400 سال پیش این را بیان نموده است. بله. بسیار زیبا. خب پس آمدیم در قسمت از لوح تقدیرت که وقت برنامه باز تمام نشه یا نباشه، نمانه که خودت هم زحمت کشیدی. امید جان برکی میشه در مورد از بگویی چه وقت گرفتی؟ خب بله، این لوح تقدیر می باشه. در قدم نخست تشکری میکنم از موسسه تعلیمات عالی پرمختک که آنجا ما فن بیان آموختیم و تشکر خاص از دکتر رحمت الله همدرد استاد ما که این تقدیرنامه که بود یک دکلمه شعر بود در بین همصنفی های ما، تقریبا 60 یا 70 نفر بود. در آنجا ما توانستم بهترین دکلمه شعر بگیرم و توانستم 350 لایک را از آن خود نمایم. نام خدا، بسیار عالی.
خب میشه در مورد ازی بگوین یا هم به خب این انگلیسی هم است از که موسسه تعلیمات عالی پرمختگ می باشد. اینجا که است من در کمک های اولیه بودم، چون کمک های اولیه برای هر فرد این جامعه مهم می باشد، چون ما اگر یک فرد یعنی زودتر مریض شود ما باید چی کارهایی را انجام بدهیم. این هم از کمک های اولیه یا فرست اید می باشد. بسیار زیبا. امی جان جا داره که از پیش بپرسم رشته مورد علاقه کدام است؟ ماشاءالله در رشته خودت رو میاری. بخیر باشین. خب رشته مورد علاقه من این می باشد که یک روز بتوانم در بهترین پانتون تاریخ جهان یعنی هاروارد که در کشور ایالات متحده امریکا واقع است اونجا تحصیل خود را ادامه بدهم و می خواهم در رشته اقتصاد یعنی بی آنجا تحصیل نمایم. بسیار زیبا. خب در قسمت ازی بگویم اینی از وزارت معارف است. این بله از لیسه عالی خصوصی جهان نمبر اول می باشد. در امتحانات کدام جایزه را که اخذ نمودین یکی از شاگردان ممتاز لیسه عالی خصوصی جهان نمبر اول این هم از طرف اداره مکتب مان به مان اهدا شد. بسیار خوب. اینی همی جانین شکسته بود که با سرما نشه. صحیح. زنده باشین. خب در قسمت ازی اگه بگوین اکنی تحصیل نامه تان میام از وزارت معارفه. البته از وزارت معارف ریاست معارف شهر کابل است. خب بله این هم یکی از تقدیرنامه های من می باشه که این که بود در هسته خوشنویسی بود که در مکتبمان یک مقایسه برگزار شد و در آنجا توانستم یکی از شاگردان ممتاز خوشنویسی بگردم و این هم از طرف لیسه عالی خصوصی جهان نمبر اول به من احیا شده. نام خدا در رشته خودت ماشاءالله دسترسی داریم. خوشنویسی را گفتی در کدام چند نوع خط خودت بلدیت داری؟ خب ما در خطهای مختلف بلدیت دارم. نستعلیق، نسق خط نستعلیق می باشد، نسق می باشد که بهترین خط که از در فعل امروزی در زبان دری یا فارسی نستعلیق می باشد که بسیار خوانا می باشد. که کدام قلم بسکار میکنی؟ خب ما برای این که یعنی بتوانیم همراه خط نستعلیق بهترین قلم برای از اون که می باشد قلم بیگ کریستال یا لارج بیگ می باشد. شمارش 06. بله. بسیار عالی. خب در قسمت ازی؟ خب این هم یکی از تقدیرنامه های من می باشد که در عرصه مکتب ما که بود همیشه با اداره مکتب همکاری می کردم و در رسانه های مختلف برای سخنرانی و همچنان انانسری در بعض برنامه های سیرت نبی می بود. این هم از طرف مکتب ما و ما احیا شده است. ماشاءالله بسیار عالی. مکسون خودت می بینم همین جانیت نیاز به سخنرانی هم نبود یا خواندی برو خوب کردی. خیلی سپاس، موفق باشی و ما آرزومند هستیم و از این طریق برنامه را دعا میکنیم به رشته مورد علاقه بخیر راه پیدا کنی. پیام یا گفتنیت خب پیام گفتنی من این می باشه به جوانا و متعلمین و محصلان افغانستان این می باشد که در زندگی از شکست نهراسند، چون که در زندگی اگر از شکست بترسند آنگاه هیچ وقت آن فرد هیچ زمانی به موفقیت خود دستیابی نمی کند. اگر ما دانشمند بزرگی را به نام توماس آلویس ادیسون مطالعه نماییم بیش از 2000 اختراع داشت و در همان 2000 اختراع خود در هر اختراع خود بیش از 2000 شکست داشت و هیچ از شکست نترسید و به همون راه خود به همون راهی که به اهداف خود برسه به همون راه ادامه داد تا که ما امروزه میبینیم یکی از بزرگترین دانشمندای تاریخ میباشه که بله. بسیار زیبا. خیلی کوتاه بگی حمایت خانواده فامیل چقدر میباشه بخاطر؟ خب ما تشکری خاص میکنم از فامیلم که مرا همیشه در این راستا حمایت نمودن. همیشه فامیلم به من کوشش نموده و تلاش نموده تا که در یک جای برسم و یک روز بتانم یکی از بزرگترین سخنوران انگیزشی جهان بشم. و همچنان تشکری میکنم از برادرم میلاد برکی که در کشور آلمان در شهر برلین موقع داره. او همیشه مرا حمایت میکرده. تشکر. بسیار عالی. زیبا. سلامت باشی. تشکر باز از اینکه به برنامه صبح معرف تشریف آوردید. سلامت باشین. بخیر باشین.